سالهای آخر ساحه تندرستی ولایت ختلان جهت از نوسازی مؤسسه‌های خوش‌طرح و زمانه‌ای، تامینات با دستگاه‌های حاضر زمانی طبی، شرایط مساعد فراهم نمودن در مؤسسه‌های طبی یک قطار دستاوردها را نائل گردیده است. ابراز داشت سردار ریاست تندرستی ولایت. دستاورد و پیشروی‌ها قریب که در تمام شهر و ناحیه‌های ولایت به مشاهده می‌رسد و کارمندان ساحه تندرستی وظیفه‌دار گردیدند که در سمت سالمی جامعه و پیشگیری از پنه‌شوی بیماری‌های سیرایتی تدبیرجویی نمایند. حفظ صحتی جامعه نه تنها به کارمندان ساحه تندرستی بلکه جامعه شهروندی نیز باید برابر متخصصان ساحه تندرستی کارهای عامه‌فهمانی را در شهرک و دهات جایها پرزور سازند. موصوف ابراز داشتند که دستاوردها در ساحه تندرستی زیاد است، اما کمبودی‌های جدی نیز جای دارند که باید مسئولین مؤسسه‌های تندرستی جهت برطرف نمودن چاره‌های مشخص اندیشند. عین زمان در مرکزهای یاری تجلیلی که در شهر و ناحیه‌های ولایت فعالیت می‌نمایند، نرسیدن و تعمیر طلب بودن 40 عدد نقلیات یاری تجلیلی نگران کننده می باشد. هنوز هم به مشاهده می رسد فعالیت کارمندان ساحه طب در وگون و خانه‌جای‌ها برای بهتر نمودن سطح و صفت خدمت رسانی و انجام دادن اصول‌های نوی تشخیص و تبابت به مبلغ 11 میلیون و 700 هزار سومانی تجهیزات معاصر دسترس گردیده است که طبیبان باید با این تجهیزات‌ها مشکلات مردم را که به دیگر مؤسسه‌های تندرستی مراجعت می‌نمودند آسان نمایند. طوری گفته شد 33 عدد بنگاه‌های طبی در بناهای ناموافق فعالیت می‌نمایند و هنوز هم نرسیدن متخصصان معلومات عالی‌دار در دهات جایها نگران کننده می‌باشد. در همایش گفته شد که 173 مؤسسه‌های طبی ولایت ختلان طبق فرمان 600 فعالیت می‌نمایند و قسمتی از مؤسسه‌های طبی جهت اجرای نقشه و سهلانکاری راه می‌دهند. همساله فوت مادر و کودک از خنک نظری به مسئولیتی و نهضت برای متخصصان طبی عائلوی، مرکزهای سالمی ریپرودوکتیوی و شعبه‌های تولدی به قید گرفته می شود. سال روان این شماره به 10 نفر رسیده است و نماینده وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان کارمندان ساحه را موظف نمودند که کاربری را با زنهای قابل تولد و حامله پرزورتر سازند. زیادشوی بیماری سیل و ویروس نارسایی مسئولیت آدم در بعضی از شهر و ناحیه‌های ولایت به قید گرفته می شود و جهت پیشگیری از پنه‌شوی بیماری‌های سیرایتی تمام ساختارهای ساحه تندرستی باید کارهای تبلیغاتی و تشویقاتی را در یک جایگی با مرکز تشکل طرز حیاتی سالم پرزورتر سازند. کودکان نوزاد باید در روزهای اولین با ایمونیزاسیون فراگیر باشند و در تمام مؤسسه‌های طبی که یخدان‌های مخصوص مجهز است واکسین‌ها بر ضد بیماری‌های سیرایت کننده دسترس باشد و نمایندگان ساحه عاید به کاربری ناخوب مرکزهای تامین کنی اظهار نگرانی نمودند. طبق معلومات‌های آماری بیماری‌های فربهی و سرطان میان سن و سال گوناگون زیاد شده ایستاده است. یکی از سبب‌های زیاد شدن بیماری سرطان غدود شیره و سرطان گردنه بچه‌دان در آن است که کارمندان طبی عائلوی کارهای عامه‌فهمانی را در بین زن‌های قابل تولد و حامله انجام نمی‌دهند و این باعث می‌گردد که زن‌ها در مرحله‌های سوم و چهارم به مؤسسه‌های طبی مراجعت می‌کنند. برای پیشگیری بیماری‌های گوناگون زنانه و برای نورسان در مؤسسه‌های طبی حجره مخصوص تأسیس داده شود تا اینکه جوان دختران پیش از عائله بنیاد نمودن از سلامتیشان برخوردار گردند. معاون رئیس ولایت اظهار نگرانی نمودند از فعالیت مؤسسه‌های بستری کنانی که شبانه روز فعالیت می‌نمایند. یک سبب به قیدگیری فوت مادر و کودک در بعضی از مؤسسه‌های طبی کاربری ناخوب کارمندان مؤسسه‌ها و سری وقت در قید دختران منطقوی قرار نداشتن زن‌های حامله می‌باشد. وظیفه کارمندان ساختار شبکه‌های کمک اولیه طبی در همکاری با مرکز تشکل طرز حیاتی سالم، مرکزهای سالمی ریپرودوکتیوی، مرکزهای نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی عاید به پیشگیری از پنه‌شوی بیماری‌های گوناگون سیرایتی که خوشبختانه سالهای آخر به قید گرفته نمی شود، فوت مادر و کودک، کارهای بی‌ضررگردانی، سری وقت انتقال دادن بیماران و مؤسسه‌های تندرستی و خدمت با صفت رسانیدن به اهالی می باشد. اشتراکداران همایش کارمندان ساحه تندرستی را وظیفه‌دار نمودند که نسبت سالمی جامعه اهمیت جدی دهند. اساس بایگری هر یک دولت و ملت این سالمی جامعه می باشد.
اگر که oila سالم باشد جامعه سالم میماند و از جامعه سالم دولت سالم میتوان بنیاد نمود. از این رو هر یک کارمندی ساحه که بهر سالم گردانی اهالی واگذار می باشند باید در وظیفه به داشت داشتهشان مسئولیت بلند کاربری را در سطح لازمه انجام دهند.